اینم که یه چیزیه که فقط اینجا پیدا میشه توی این کافه. توی ترکیه تا جایی که من میدونم فقط ما داریم اینو. تو مشروب داره؟ نه. خود قهوهش پروسسش انایروبیک پروسسه. میدونی چیه؟ میگیره یعنی مثلا نه نمیگیره. خرابت نمیکنه. میدونی پروسسا رو؟ نه واقعا. ببین اصلا اومدم که همینا رو ازت بپرسم، یه چیزایی هم یاد بگیرم. یا ابوالفضل خدا بخیر کن. با جامعه باریستا خیلی سخته کنه. آره باریستا. یه چیزا اشتباه بگیری، یه چیز همینو وایرال میکنه. ما اصلا خیلی خوش اومدی واقعا. نه ادش سلام میگه دیگه الان رکورده. اینا رو استفاده میکنیم ازش. خیلی خوشم. به زورم پیدات کردم، جواب دایرکت نمیدی کلا تو اینستاگرام. میشه توضیح راجع به این بدم؟ نه اختیار داری اصلا. خیلی هم اولا که واقعا شرمنده ام جواب دادم، ولی اتفاقا میخواستم راجع به این من یه تولید محتوا بکنم. ببین خیلی‌ها بهم میگن چرا جواب نمیدی، متاسفانه. جای شلوغی دیگه. نگاه کن اینجا کافه یه نفرم به خدا یه نفر. حالا ما دوربین فقط این یه تیکه عقبو داره میبینه. ته ما الان ته سالونیم، یعنی اون برای سالن کلا دنیا. بعد اوبر بگیری تا اونجا. آره ببین خیلی‌ها بهم میگن چرا جواب نمیدی. بعد مثلا استوری ولی میذاری پشت هم استوری میذاری، نقد میکنی. آره ببین سیستم اینجوریه. این گوشیته، تو میخوای استوری بذاری، یه چیزی رو میزنی و توی لحظه زندگیت اینجوریه و استاپ تموم تو جیبه. ولی دایرکت باید وقت بذاری. دیدم توی واتساپ هم مثلا خیلی دیر به دیر آنلاین به خدا سر اینه که نگرفتم. آخرین بار که آنلاین شده بودی امروز، دیروز بود که به من مسیج دادی، بعد دیگه آنلاین نشده بود. این سارا میدونه من در طول هفته دیدی مثلا برای هم دیگه حالا پارتنرها رفیقا ریزی چیزی میفرستن، من آخر هفته ها یعنی فردا یه بازه توی زندگیم دارم 2 ساعت میشینم روی دایرکت اینستاگرام که 1 ساعتش برای دایرکت ساراست، یعنی نزدیکترین آدم به من. تو اون 1 ساعت در یک هفته میشینم اونها رو نگاه میکنم مثلا. انقدر نمیرسم. تو عمق فاجعه رو نگاه کن چرا. خب محمد حسین چند سال اول حسن بگیم، کلا محمد بگم یا حسن بگم؟ ببین اسم کاملا محمد حسنه. آره توی ایران بهم میگفتن محمد معمولا، ولی اینجا محمد درست نمیگن دیگه. چیز میگن مهند میگن، مهمت میگن، اینا یه ذره بعد چه برسه بخواد محمد حسن هم بگن، بعد خیلی سخت میشه. سر این شد که گفتن ما اینجا حسن صدات میکنیم دیگه، ولی من محمد حسن صدات میکنم. خیلی حال میده چون اسم بابا بزرگی هم بود. خدا بیامرزه. خیلی ما اصلا چند ساله مهاجرت کردی؟ فکر کنم 16 روز دیگه میشه 1 سال. 16 روز دیگه 1 سال. بعد چی شد که اصلا ازمیر رو انتخاب کردی؟ یعنی ازمیر انتخابم کرد. جدی؟ یعنی به خاطر این برندی که این برنده فقط توی شهر ازمیره؟ آره. و من نمیدونستم. یعنی اگه مثلا کایسری بود ممکن بود میرفتی کایسری. من فکر می‌کردم شاید تو آنکارای استانبولی جاییه. آره من زمانی که قرار شد با این برند کار بکنم و در واقع بلیتی که واسم گرفتن دیدم مقصدش خورده ازمیر، می‌شدم قراره برم ازمیر. اصلا نمیدونستم قراره. بعد چجوری این کارا رو پیدا کردی؟ یعنی مثلا با این برنده چجوری آشنا شدی؟ این برند حقیقتش من تو ایران توی نمایندگیش کار می‌کردم. توی نمایندگی ایران همین برند کار می‌کردم به مدت فکر کنم یه جورایی تقریبا 2 سال. یه تایمی بودش که خودم یه کار دیگه‌ای داشتم، همکاری هم داشتم باهاشون تو نمایشگاه و اینا. یه تایمی شد که دیگه نه خیلی اصلا کارم ول کردم، 0 تا 100 تو نمایندگیش کار می‌کردم. بعد یه نمایشگاه خیلی بزرگی هست به اسم ورلد آف کافی که توی دبی برگزار میشه. من اون موقع از ایران با یه برند دیگه‌ای اومدم توی نمایشگاه دبی و خب کوبانم توی نمایشگاه دبی بود و اونجا برای اولین بار اصلا صاحب برند و خانواده‌شو اونجا دیدیم. خیلی هم واقعا یه جوری بودن که اصلا تا انقدر خونگرمی و توی یک صاحب برند ندیده بودم. ترکا کلا خیلی عجیب بود. اصلا این چندین ساله میشناسمشون. صمیمی، همه چی خوب، دعوتمون کردن حتی خونه‌شون، جدا از اینکه مثلا ما رو رستوران بردن و اینا همه چی. اتفاقا من تو خونه‌شون خوابم برد. شب بود خسته بودم. از این قهوه‌ای که نخوری که توش ودکا باشه.
از نمایشگاه برگشته بودیم شب، خیلی هم خسته بودم، بعد من خوابم برد، بعد صاحب برند اومد بیدارم که اگه میخوای بخوابی مثلا یه اتاق هست خالیه. ببین آب شدم از خجالت. نه ببخشید. ولی ببین تو هم روز اول میخوای حسابی کوبی نیزی دیگه راحت بودم. راحت با زیر شب. آره من اونجا دیدمشون، بعد دیگه برگشتیم ایران و من دیگه تا جایی که جا داشت تو ایران درس خوندم که سربازی نرم. یعنی حتی یه بارم انصراف دادم که بتونم یه بار دیگه، یه سری قوانین هست دیگه تو نظام وظیفه، تو یه بار انصراف بدی میتونی دوباره یه بار دیگه بری. اون کارم کردم، 2 تا رشته مختلف خوندم و همه کاری هم کرده بودم که در واقع نرم سربازی. 2 تا رشته رفتم خوندم که این قوانین نظام وظیفش یه جورایی درست در بیاد. یه بار انصراف دادم رفتم یه دانشگاه دیگه دوباره خوندم. دیگه هیچ راهی نبود دیگه، متاسفانه بابام تخته کو ماشاءالله سرزنده، نمیشه کفالت بگیری، نمیشه کاری بکنی. ماشاءالله خیلی هم مامانمو دوست داره، جدا هم نمیشن، هرچند که الان قانون اومده بعد 7 سال بگذره بخوای بشینی روی من. بابای خود من جبهه داشت، داداش بزرگمو معاف کردم، ولی من رفتم سربازی. بعد گفتن تو اومدی اینجا چیکار؟ گفتم اومدم خدمت. یارو گفت خدمت از ماست فلان اینا. رفتم دیگه، یعنی پیچوندم سربازی یه جورایی. یعنی فرار کردم دیگه. آره من خیلی رفتم روز اول پادگان رو دیدم، بعد دیدم که چون بابای من توی اون پادگان بوده و اینا، بابای من نظامی بود، بعد خیلی سربازا اذیتم می‌کردن، مثلا بابای من اونا رو اذیت کرده بود، بعد اونا داشتن منو رو گرفته بود. آره 3 روز بودم و دیگه فرار کردم و بعدش هم یه خریدمش دیگه. خدا چند الان آزود مزنه رو نمیدونم چقدر داری. فعلا که اینجا این خدا. تو الان اینجا چالیش یعنی اجازه کار گرفتی، از ایران اقدام کردی، بعد اومدنی و اینا، یعنی دیگه واسه پاسپورت و اینا که مشکلی نبود چون سربازی نرفته بودی؟ نه ولی خب دانشجو بودم دیگه. الان وثیقه گذاشتم. چقدر 30 میلیون؟ شانس من 30 میلیون بود. آره. الان شده 80 تومن فکر کنم. آره. الان 80 تومن هم باز میارزه، یعنی اگه کسی آزادی 80 تومن میارزه. آره واقعا کسی که بخواد قصد چون یه بار توی اینستاگرام یه اد دیدم نوشته بود 700 میلیون خدمت سربازی. بعد تو ببین بعدیه تو اینه که به خاطر اینکه سربازی لفتی خیلی درس خوندی. آره. خوندی مدرک رفت بالاتر، هرچی مدرک بالاتر گرونتر میشه. آره. ولی عجیب بود و دلم هم نمیخواست، از سربازی نمیترسیدم، ولی خب ببین زوره دیگه، زوره یعنی 2 سال از عمرمو چرا مثلا من بعد تمام لینکاتو از دست میدی، یعنی اون کافایی که واسهشون اسمش اینه صبح میری زور میای یا به خدا مال سر پل ذهاب مینداختن. آره کرمانشاه بیا درستش کن. خلاصه درسم دیگه هر کاری کردم دیگه نمیشد دیگه. من می‌خواستم واسه دکترا بخونم که اصلا مال من نبود، اصلا هیچ ربطی من بهش نداشتم. 1 ماه وقت داشتم که دفترچه پست کنم، دقیقاً 1 ماه. یه ایمیل زدم به این کمپانی، ایمیل زدم گفتم ببینید راست حسینیش من میخوام برم خدمت ولی نمیخوام برم خدمت. الان میتونم از کشور خارج شم، شما رو هم خیلی دوست دارم، شما هم که منو حال دیدین دیگه، اگه احساس میکنید برای من توی شرکت شما، توی محله والا کار شما شغلی هست، من شانسی دارم که بیام، بهم بگید من بیام. من هیچ وابستگی هم ندارم تو ایران، اصلا اوکی هم بیام، همین الان بگید بیام من فردا بلند میشم. بعد ایمیل زدن که اوکی ما بررسی میکنیم، حالا رزومتو بده ببینیم چیکار میتونیم واسط بکنیم. که اینجوری شدم اینا تا بخوام بررسی بکنن و رزومه رو ببینن. یه شب خونتون خالیه. من 1 ماه دیگه بعد دفترچه پست کنم دیگه، اصلا کاریش نمیشه کرد. فکر کنم 2 هفته مونده بود به اون قضیه که دفترچه پست کنم، ایمیل اومد که ما اوکی. تو کی اوکی؟ تو همین الان من اوکی. آره یعنی تو یعنی پله‌های ترقی و همینجوری دونه خوبه شلوار چیز با راحت بود. اگر دیگه اصلا وقت نداشتم خدافظی کنم، واقعا توی 2 هفته وقت داشتم که اومدی ازمیر. آره که اومدم ازمیر. بعد اومدی ازمیر چی بیشتر مثلا چیزی بود تو ازمیر جذبت کنه، یا اینکه مثلا بزنه تو ذوقت یه جور دیگه ای فکر کنی؟ خیلی جفتش بود. ریسک کن سوالتو. خب اولین چیزی که خورد تو ذوقت چی بود تو ازمیر؟ اولین چیزی که خورد تو ذوقم اولین مکانی بودش که واسه زندگی بهم داده بودم. از سمت شرکت بهت دادن یا آره، خودت رفتی نه سمت شرکت. ببین من هیچ چیز بدی راجع به کوبان نمیتونم بگم. کوبان تتو دارم
تو همه جایی که کار کردی و تقریبا یه سری جاها رو حقیقتا می‌خوام سر به تن هیچ کدومشون نباشه و خرابشون کنم. دستتو قطع کنی بخاطر آره اونا رو تتو نذارم. جایی که خیلی دوست داشتم می‌ذارم. یه سری جاها هم هست که عاشقشون بودم، مثلا مثل مجموعه گراویتی که آخرین جایی بودش که من تو ایران کار کردم. اونا هی دارم فکر می‌کنم طرح خوب بدم سارا واسم بزنه، مثلا اونو تتو ندارم. آره ولی کوبانو دارم. نمیتونم اصلا هیچ چیز بدی راجبش بگم. این چیزایی که الان میخوام بگم بذار رو حساب راندمان کاری، اتفاقاتی که واسم افتاده رو فقط بذار رو اون و متاسفانه شاید کم رویی خودم. من همه چیم با کوبا بود، یعنی بلیتی که واسم گرفتن، هتلی که واسم گرفتن و اینا همه چی با کوبا بود. من بلیطمو گرفتن و بذار اولین ذوقش رو بگم بعد بریم سراغ اولین ضد حالش. من رسیدم ازمیر، از 3 شب پیش داشتم برای سارا تعریف می‌کردم این داستان اتفاق. از فرودگاه که اومدم بیرون همین ماشین تو زودتر از سارا وارد ازمیر شدی و سارا هم خانومشه، یعنی تتو آرتیست خیلی خفن. ان شاءالله بتونی مصاحبه هم از سارا بگیری. حالا انقدر سارا این ماشینی که اینجا هست البته الان تصادفی شده، تصور کن صفر خوشگل آبی براق. اومدم بیرون دیدم این جلو در پارکه و 3 تا از نماینده‌های شرکت اومدن دنبال من. اصلا اینجوری شدم نگاه کن تو دیگه همونیه که می‌خواستم. اصلا عالیه. بعد شبم بود، اصلا یه هوای خیلی قشنگ. بوی دریا نمیزد به دماغت؟ نه سمت فرودگاه دریا داره. نه اینجا دریاش یه بوی خاصی داره که کل شهر میپیچه. اون موقع اگرم میزد من انقدر تو ذوق بودم و اصلا نفهمیدم. اومدن دنبالم بعد خواستیم بشینیم، مثلا در واسم باز کردن بعد نشون دادن جلو، خودشون عقب بودن و چقدر عالی. منو بردن مثلا شام خوردیم، بعد مثلا 2-3 مدل غذا واسم گرفتن. ندید بعد بازی در نمیارم ولی خب آخه عجیب بود. آخه نه تو داستانی که داری تعریف میکنی به نسبت به کسایی که مهاجرت کردن به برنامه ریزی میکنه ترکیه یا به ازمیر، خب مثلا اینجا بوده طرف اومده 6 ماه عجیب خورده تا مثلا بتونه کار پیدا کنه یا یه بیزینسی واسه خودش راه کنه. ولی تو بنده خدا بلیت پرواز من اونا گرفتم. دمشون گرم. خیلی واقعا کوبا. خلاص ما شاممون هم خوردیم، گفتش که ما برات یه اتاق گرفتیم که نزدیک محل کارت باشه، که حالا چون زبان و اینا هم بلد نیستی اذیت نشی. این واقعا سر این بود این موضوع. و خب اینجا حالا نمیدونم شاید دوستان یه محل خیلی صنعتیه، مثل تشبیه بخوام مثل انبار نفت تهران، همچین محله‌ایه یه کوچولو بدتر. آره شهر ری مثلا همچین تشبیه میشه کرد. آره برای جای صنعتیه دیگه، شما هم دستگاه صنعتی آره و دیگه اینا جای صنعتیه دیگه، غالبا نمیتونه وسط شهر باشه. یه همچین جایی بودش و ببخشید من رفتم، این من پیاده کردم جلو در اتاق، جلو در اون هتل. یه هتل خیلی خسته‌ای بود، یعنی همین الان سرچ بکنی مثلا اقامتگاه هتل تو ازمیر سمت برنوا بود. نه همینجا اون بغل. آره و فیلتر ارزان ترین رو بزنی اولین آپشن اونجا رو بهت نشون میده. اینقدر جای لهیه. مثلا یه راهروی تاریک داشت و اینا، خیلی ضد حال بود. یعنی اصلا یه لحظه از یه ماشین به زیر زمین رسیدم، یعنی فرشم حتی نه. آره بعد رفتم تو دیدم مثلا اتاق اینجوری بود که در باز می‌کردی فاصلش با تخت خواب انقدر بود، اونم سر اینکه سابیدگی ایجاد نکنه. انقدر یه جای کوچیک، هیچ پنجره‌ای نداشت جز یه پنجره انقدری که حالت هواکش باشه و یه یخچال نیم انقدری. خوب شد از این یخچال یونولیتی نداشت. نه خدا رو شکر. آره اون بود. اصلا یه همچین جایی بود و همه دیوارا سفید، اصلا افسردگی مطلق. اون خورد تو ذوقت، یعنی اون لهم کرد، اون کبودم کرد. آره بعد اومدی بیرون و اینا مثلا با ازمیر حال کردی مثلا بری جایی؟ من همش دلم می‌خواستم بیرون باشم، ولی خب اینم مسئله محل کارت هم آخه سر کارت هم یه جوری آره اصلا خیلی بیرون نداره. من می‌برم شب بیرون خارج ببینم، مثلا خاور از جلوم رد میشد، مثلا کارگر داشتم با عربده گل تزار خدا یه ذره محیط عجیبه. و تنها مغازه‌ای هم که روبروم بود یه مغازه مثلا مشروب سیگار فروشی بود. بعد تا الان پشیمون شدی از مهاجرت؟ ابدا. من تا 24 سال تا مشکل سربازی نداشتی و اینا؟ من تا 26 سال آینده پشیمون نمیشم از مهاجرت، چون 26 سال سختی کشیدم تو ایران. جدی؟ هر وقت 26 سال بدون سختی شد و تازه شد یر به یر، شاید دلم برای
اون روزا تعیین بشه. با چیه اینجا بیشتر حال میکنی؟ با چیش لذت میبری؟ کسی کاری به کارت نداره. اینم تو متوجه شدی تو یک سال؟ آره. ببین هر کی هر جور دلش برای بخواد چند تا میتونه مثال میزنم. مثلا من همه خانواده‌ام و دوستای نزدیکم میدونم من حتی با دوستان میرفتم مسافرت بدم میومد شلوارک بپوشم. از نگاه الان فهمیدم ایرادش چی بوده که بدم میومده. از نگاه بدم میومده. من اصلا هیچ وقت شلوارک تو زندگیم نخریده بودم. اومدم اینجا واسم سارا یه دونه کادو شلوارک خریده بود. و من اینجوری شدم سارا چون تازه تقریبا یه جورایی داریم که با هم یه زندگی می‌کنیم. من اولین چیزی که توی ازمی واسه خودم خریدم شلوارک. جدی آره. اینجوری آخه من نمیپوشم. چرا نمیپوشم؟ من هیچ وقت تا الان شلوارک نپوشیدم. حالا بپوش. بعد حالا یه بار با اصرار پوشیدم و بعد رفتیم تو خیابون. من داشتم به آدما نگاه می‌کردم که خب چرا نگاه نمی‌کنید؟ من شلوارک ما به نگاه می‌کنیم دیگه مثلا. بعد تازه فهمیدم اصلا موضوع این بوده. مثلا زندگی نمی‌کنم. آره. اینکه کسی کاری با کارت نداره عالیه و اینکه قدر کارتون میدونن چقدر قشنگه. این کاریش رو نمیخوام کاریش که خیلی چیزا میتونم بگم ولی خب اولین چیزی که اومد تو ذهنم این بود که کسی کاری با کارت نداره. هر کی هر جور دلش بخواد زندگی میکنه. ما اینجا محجبه ترین آدما رو دارم میبینم که من تو قوم ایران نمیبینم و آزادترین آدمم دارم میبینم که مثلا تو آمریکاش هم نمیبینم بغل ساحل. مثلا تابستونا همین آلسانجو دیدی آره. شما یالا بگی مثلا اون وسط خیابون آلسانجو تابستون تو بری یه فندک بزنی ممکنه منفجر بشه. همه الکل خوردن ولی هیچ کس کاری نمیکنه. خیلی قشنگه. ولی مثلا ازمیر یه مقدار اینجوریه ها. مثلا استانبول ساعت 10 شب به بعد دیگه مثلا این سوپرمارکت‌ها دیگه مشروب نمیفروشن. ولی ازمیر تو مثلا ساعت 11 برو از تکل مثلا چیزی تو آبجوتو بگیر برو کنار دریا بشین که اصلا کاری نداره. ولی استانبول کنار دریا خوردنش هم ممنوعه. حتی اگه میخوای آبجو بخوری برو توی مثلا بار. اگر هم مسجد میخوای بری برو مسجد. ولی توی خیابون خیلی کار خاصی. چقدر خوبه. آره استانبول بهتره. نگم چقدر خوب استانبول نرفتم. من 4 ساعت تو استانبول بودم فقط. 2 پروازه بودم. تهران استانبول ازمیر. خب ببینم الان اگه بخوای یه فرهنگ از ایرانیا بگیری به ترکا بدی، فرهنگ کافه نشینی از ایرانیا بگیری به ترکا بدی خیلی بهتره. ایرانیا خیلی عجیبه که نه چرا اینجا رو کات کن. چرا عجیبه؟ افتخاره آقا. به نظر من کافه نشینی ایرانیا از ترکا بهتره. حاجی کاتش هم نمی‌کنم به خاطر اینکه بعدش خیلی با صراحت کامل گفتی. افتخار. آره. واقعا افتخار. خب الان یه فرهنگ بخوای از ترکا بگیری به ایرانیا بدی، کسی کاری به کار کسی نداره. خب ببین یکم فلش بک بزنیم ایران. سینک بودیم. آقا سلامتی. قهوه است. ولی این خدایی یه چیزی توش نه باور کن. پروسسش اینطوریه. مزه‌های شرابی داره. اونایی که همکارم هم میگن من چه جوری دم کردم که. خب زبان ترکی چطوریه واسط؟ سخته یا؟ ببین اینجا چون یه در واقع کمپانی بین‌المللیه متاسفانه ما بیشتر انگلیسی حرف میزنیم. انگلیسی رو خوب بلدی؟ آره تقریبا میتونم بگم 7 از 10 گاهن 8 از 10 بلدم. کارتو راه میندازی راحت. آره خوبه آره. ولی خب این باگم داره که خب تو محیط درسته هستی ولی وقتی من دارم همش انگلیسی حرف میزنم خب ترکیه خیلی نمیتونه. چند وقت پیشم که فستیوال قهوه بود تو ازمیر و شما هم اونجا غرفه داشتین و اینا چجوری بود؟ بعد جایزه مایزه میدادن یا اینکه فقط شوروم بود؟ یه سال بحث زبان تمام شد الان. آره دیگه گفتی انگلیسی یهویی این فستیوال افتاد من گفتم تو یادم نرفته. آره میخوای ادامه زبانو بگم یه لحظه؟ زبان آره برو. آره خلاصه که اینجا چون بیشتر انگلیسیه ذره خودآموز اوایلش که اومده بودم و تنها بودم هنوز سارا نیومده بود شبا اون مهاجر تنهایی که تصور کنید توی اتاق سفید تنهاست نشسته پای لپتاپ داره توی جزوه ترکی مینویسه مثلا خیلی صرف می‌خواستی یاد بگیری. آره دوست هم داشتم. ما توی محله‌ای که زندگی می‌کردیم اولین کسی که ماهواره داشت ما بودیم و ماهواره‌مون روی ترکست همچین چیزی. آره مثلا من آتوه نگاه می‌کردم مثلا ابرو این ورم بود ابراهیم تاتلیس این ورم بود از بچگی خیلی زبونشو دوست داشتم. خیلی دوست داشتم یاد بگیرم همیشه. ولی دیگه وقتی که سارا اومد دیگه بالاخره مثلا
سعی میکنم چون در طول روز نمیبینمش، مثلا میرم خونه بیشتر اونو ببینم تا بشینم زبان بخونم دیگه. ولی همچنان تو اینستاگرام نگاه میکنم، یاد میگیرم. ولی خب محیط هم خیلی تاثیر میذاره آره تو زبان. ولی در صورت مثلا سارا خیلی از من آره بهتره. دیگه سارا بخاطر اینکه کارش مثل دیدی میشه ناخن کار تراپی هم میکنن. خب دوست پسرت آره آخه صحبت نکنی که نمیشه. آره. انقدر با مشتریای صحبت ما در حد اینه که مثلا چی میخوای، مثلا یارو میگه مثلا یه قهوه میخوام گرم باشه سرد باشه، در این حد. مثلا راجع به کافه ترکی بلدم ولی راجع به فیلم و کتاب و اینا نمیتونم به کسی. حالا بحث زبان شد، من یه بار رفته بودم استارباکس آلسانجاک نشسته بودم، بعد داشتم قهوه می‌خوردم و اینا، بغل این دو تا سه تا جوون مثلا سنشون مثلا 37 ساله بودن. بعد یکیشون می‌خواست بره قهوه سفارش بده، بعد به اون از این یکی پرسید گفت چی می‌خوری که بگیرم. ترک بودن. بعد گفتش که ben bir tane ice latte istiyorum soğuk olsun. من که اصلا همونجا افتاده بودم زمین واقعا. اونسونه چرا همینجا میگه؟ آره یعنی میگفت آیس لاته که سرد باشه. لامص آیس لاته که اسمش روشه. من همین گفتم فرهنگ چیز ما خیلی بالاتره. این سری سفارش‌ها اینجا بهم میدن به خدا. مثلا بدترینش چی بوده؟ یعنی خیلی خنده‌دار بوده واسه. یه لته دمای محیط بهم بده. یعنی چی؟ مرسی گفتی. من تقریبا میتونم بگم نزدیک 12 سال، حالا نمیگیم 15 سال دارم توی این صنعت کار میکنم. آب دمای محیط شنیده بودم، مثلا شیر دمای محیط شنیده بودم، مثلا لته دمای محیط اینجوری بودم. کدوم محیط؟ ماشین اسپرسو که خب تقریبا 92 درجه دمای شیرم مثلا میشه 23 درجه اگه من تو محیط اینجا بذارم. لته دمای محیط دقیقاً چیه میشه بهم توضیح؟ واقعا من اولین بار خیلی عصبی می‌کرد مثلا. چی میگی؟ ولی آدمای خوبی هم دارن، یعنی آدمایی که الان همین فستیوالو برات تعریف میکنم. فستیوالو پرسیدی، عجیب ترین چیزی که من توش بهش برخوردم این بود که هر کسی که می اومد به قدری آدم پری بود و به نظرم هم علتش این بود که فستیوال رایگان نبود، باید بلیت می‌خریدی. یه ورودی داشت. آره 600 700 لیر بود برای هر روزش، چون حالا کنسرت هم داشت شبشو. تو همین آلسانجاک بود؟ نه سمت کارشیاکا بودش، کنار دریا بود. آره دقیقاً. و غرفه هم خیلی خوشه، دقیقاً بغل دریا بودش. یه ورودی داشت و این باعث میشد که کسایی وارد اون فستیوال بشن که خب اوکی اگه من دارم یه بهایی رو میپردازم میخوام برم تو و یه چیزی بهم اضافه بشه، یه چیزی یاد بگیرم و اینا. قرار نیست فقط مثلا برم اونجا ببینم اینجا قهوه داره خب یه تست از این بگیرم، اینجا مثلا فلان داره یه تست از این بگیرم. کسایی که می اومدن دنبال این بودن که مثلا خب شما الان اینجا غرفه داری، چی داری؟ چی واسه ارائه داری؟ اصلا یه سری آدما می اومدن یه سوالایی ازت میکردن تا احساس میکردی مثلا سر یه کلاس بین‌المللی قهوه نشستی، طرف راجع به ارتفاع کشت قهوه از من سوال میکرد، راجع به TDS و املاح آبی که من دارم اونجا باش قهوه درست میکنم از من سوال میکردم. من اینجوری بودم بابا ایول. یه جاهایی اصلا خیلی خوشحال میشدم ترکی بلد نیستم، چون مثلا سوالی که میپرسید و اینجوری بودم که مثلا ترکی نمیدونم. انگلیسی چه بیلیور موسو میگم های اگه بلد بودیم مثلا بعد انگلیسی میگفتم، حالا بلدم نبودم مثلا. حالا هم دارم شوخی میکنم ولی خیلی آدمای پوری بودن. واقعا تاثیر داره ارتفاع. من یه چیزی شنیده بودم که کره زمین یه نواری داره که توی اون نواره فقط قهوه مثلا کشت میشه و اینا. توی ایران هم نیافتاده اون نوار. متاسفم ما چای داریم ازش. توی ترکیه افتاده که مثلا قهوه ترک از کجا میاد اصلا؟ این اسمش ترکه. خیلی سواله چیزی پرسیم نمیخوای بذاری؟ خیلی سواله ساده. من واسه خودم سواله واقعا. آخه من چند وقت دارم این بنده خدا رو مسخره میکنم که داره راجع فرق عربیکا و روبوستا رو میذاره. اونم ازت میپرسه. ببین قهوه ترک هیچ ربطی کشور ترکیه نداره تا جایی که اصلا من خوندم. حالا مثل بادوم هندیه که هیچ ربطی به هندوستان نداره. آره هر قهوه‌ای در هر جای دنیا در هر حالتی که باشه تو میتونی قهوه ترکش کنی. قهوه ترک بنا به گجتی که استفاده میشه و متدش اسم گذاری شده ترک. یعنی مثلا چون ترکا مثلا این حالت دم کردن دو تا تئوری وجود داره و من نمیدونم کدومش درسته. اصلا
اگه بخوایم راجع به قهوه حرف بزنیم، پیشنهاد من اینه که من اصلا خیلی اطلاعات ندم، چون توی عصر زندگی میکنیم که الان همه چیز رو میتونی با یه سرچ در بیاری. به خاطر اون گجتی که داره استفاده میشه و نوع دماوریش و درجه آسیاب خیلی پودری و خیلی ریزی که داره، اسمش رو گذاشتن قهوه ترک. هیچ ربطی نداره که اصلا قهوهش ترکیه کش نمیشه. تو الان میتونی قهوه کلمبیا رو بیای آسیاب قهوه ترک کنی، توی گجت قهوه ترک دم بکنی و بگی این قهوه ترک. شاید بیشتر اسم مجموعه ای از در واقع شامل گجت، درجه آسیاب، نوع دماوری و همه اینا اسمش شده قهوه ترک. مثلا واژه قهوه اسپرسو مثلا میگن یه کلمه ایتالیایی به معنی سرعت، اصاله‌گیری سریع، همچین چیزی. چون توی دستگاه اسپرسو خیلی با تقریبا مثلا 30 ثانیه است دیگه وصاله‌گیری، حالا کم و زیادم داره. دیدی با ترس راجع به قهوه حرف میزنن؟ نه بابا خیلی داری خوب میگی. نه آخه انقدر نظریه ها مختلفه، میخوام به همه احترام بذارم. تو داری جنبندی نظریه ها رو میگی. به خاطر اینکه وصاله‌گیری سریع داره بهش میگن مثلا اسپرسو، یه همچین چیزی. یا مثلا لاته به معنی شیر دیگه. تو ایتالیا بگی لاته میخوام به شیر میدم، بعد یه کافه لاته، قهوه و شیر. دیگه ترسوندیم دیگه. مثلا می‌خواستم بگم تفاوت قهوه ها رو بگی. من بپرس. من تا جایی که بدونم میگم با احترام. مثلا خیلی هستن خیلی عجیب بود. من فکر می‌کردم راجع مهاجرت فقط. نه دیگه یه کوچولو من راجع به کارت هم بپرسم دیگه. بیشتر باید آشنا میشن آدما. من ویدیو رو چند روز کنم، قسمت اول، قسمت دوم. آره. خب نه آخر راجع به مهاجرت بخوایم کلا صحبت کنیم که خیلی گفتیم مسیرش و اینا. بعد الان هم دیگه خیلی‌ها تو فکر مهاجرت و اینجور چیزا نیستن، مخصوصا با شرایط تورمی که تو ترکیه هست و اینا. یعنی جای خوبی برای مهاجرت نیست ترکیه. آره خیلی پیشرفت هم نداره از لحاظ چیزی، ولی سکوی امنیه دیگه، باطلاقه. میای توش انقدر بهت حال میده، خاکش میگیرته، انقدر بهت حال میده که دوست داری بمونی. میدونی علتش چیه؟ من اینو بررسی کردم، چون ما بدیهیات زندگیمونو داریم اینجا میبینیم. این خیلی چیز تلخیه. این چیزایی که خب من باید تو کشور خودم میداشتم دیگه. و واسه همون عجیبه که تو این فاصله کوتاه دو تا کشور این همه اختلاف مثلا با ایران وجود داره و اینا. این مثلا من میگم اینجا ارزش کار تو مثلا میدونن، یه سری کارا خب مثلا اینجا وظیفه من نیست. مثلا چی مثلا بهت بگم، مثلا اگه این در اینجا خراب بشه هیچ وقت از من نمیخوان که بیا این در رو تعمیر کن مثلا، ولی مگه این در رو تعمیر بکنم فردا شکایت از سمت کارخونه میاد به عنوان پاداش. ولی تو ایران هممون یه خانواده ایم. بله تو ایران اینجا همه مثل خانواده. این جمله رو توی هر جایی توی هر مجموعه‌ای شنیدی باید فرار کنی. دقیقاً. آره تو هر کی یه اتفاقی که میفته ما یه خانواده ایم، بعد با هم دیگه درستش کنیم. در اینجا خرابه یعنی در تو خرابه. حالا بعد گفتم پنجره اینجا خرابه یعنی پنجره تو خرابه، باید تعمیرش بکنی. خب ببین اصلا چی شد که کلا وارد حوزه قهوه شدی؟ یعنی روز اولی که جالب شد اصلا یه تتوی دیگه 2018 من وارد دنیای قهوه 7 سال پیش 7 سال میشه 2018. این تخصصی شدی، چون قبلش هم 10-12 سال تا قبلش هم مثلا قهوه رو میدونستم. توی کافه حضور داشتی ولی دیگه به صورت تخصصی دیگه مثلا نه توی کافه کار نمی‌کردم، ویدیو می‌دیدم، تو خونه کار می‌کردم. یعنی من خیلی آره اصلا بخوام دیگه از عقب‌تر برگردیم، من در یک خانواده خیلی چندش با احترام به همه خانواده‌ام درس خوندن همشون. آره من بدم میاد، من اصلا نمیدونم، من به هیچ کدومشون نرفتم. یعنی من اگه بابام میگفتم مثلا من میخوام برم دکتر بشم، واسم مثلا بهترین استادان دانشگاه رو از سرتاسر دنیا جمع میکرد میذاشت تو خونه‌مون. شرایط فراهم می‌کرد. آره که تو میخوای درس بخون باریکلا، چی میخوای بگو، فقط چی میخوای لب تر کن. و من بدم میومد دیگه. مثلا من خواهر خودم فکر کنم معدل فوق لیسانسش بود، انقدر درس بدم میاد، مثلا 20 شد. مثلا معدل دانشگاهی کی 20 میشه؟ یه دانشگاه رو میرن 10 بگیرن دیگه، انقدر درس خون بود. من مهد کودک رو با لگد میفرستادم، بدم میاد. مهد کودک که میری بازی میکنی، یادم قشنگ مامانم اینجوری بلندم میکرد دیگه برو میخوای بازی کنی، بدم میاد. من چی باید برم درس بخونم اصلا؟ سر همین همش دنبال این بودم که کارهای مختلفو امتحان بکنم.
حالا فکر نکنم خانواده نزدیکم یوتیوب ببینن، امیدوارم نبینن. من خیلی یواشکی کار میکردم، حتی زمانی که مثلا میذارم اینستاگرام میبینم. مثلا دبستان بودم شاید هنوزم ندونم مامان بابام، ولی مثلا یواشکی میرفتم مثلا کمک سوپرمارکت سر محل، نمیدونم مثلا کمک یه بلال فروش داشتیم سر پارک خونمون وای میستادم، مثلا روزی 200 تک تومن بهم میداد. کار کردن رو دوست داشتم. یعنی لحظه‌ای که دیگه تونستم برم سر کار، هر کاریه که بگی، من فقط بانک و بیمارستان کار نکردم، هر چی بگی و من یه دستی توش رفتم و اینجوری بودم که خب نه، مثلا شاید باورت نشه مثلا شیشه بوری من رفتم اینجوری بودم نه حال نمیده، جیگرکی رفتم کار کردم اینجوری بودم نه حال نمیده، مثلا رفتم خوشگار فروشی کار کردم دیدم نه، داروخونه کار کردم، سوپرمارکت، هر چیزی که بگی. تا اینکه یه روز چیز شد، از جای خیابون داشتم رد می شدم با اینا، چشم خورد به یه جایی شبیه کافه نبود، چون کافه اون سال یه جای چوبی دارک مثلا موزیکای قدیمی و کلاسیک و اینا پخش میشه و آره همه مثلا سیگارا روشن دوده، یه همچین آره یه همچین فضاهایی بود دیگه. اونجا که من رد شدم از کنارش یه جای شیشه‌ای روشن، مثلا سقف بلند، من جوری شدم خدایا اینجا چیه، رستورانه؟ مثلا دیدم هیچ غذایی رو میز نیست، سری فنجون روی میزه، چند تا مشتریه. جوری شدم فکر کنم اینجا کافه است، ولی چقدر عجیبه، هنوز کامل نشده. مثلا این در واقع میگن موج سوم قهوه که اومده اصلا همه چی رو تغییر داده، فضای ذره اسپشیالیتی شده. من شانسی که آوردم مثلا شروع کارم توی فضای اسپشیالیتی بود. حالا بعدش کافه‌ای کار کردم که مثلا خیلی هم دیگه داغون و خیلی کلاسیک بودم، ولی شروع کارم توی فضای اسپشیالیتی، همون کافه هایکویی که گفتی میشناسی، آره اونجا بودش و جذبم کرد. شدم چه محیط باحالیه. این دست راست سیویت کلا. آره ببین این آره دیگه، این کل رزومه زندگیم، اسم خانواده‌ام، محل تولد، شناسنامه میافته. خیلی باحاله. ولی خودم طراحیش کردم. گیتارم دارم میبینم. اولین سازی که یاد گرفتم گیتار بود. هنگ درام و اینا چی؟ من 7-8 تا ساز میزنم. اگه بخوای همه رو تاتو کنی که نمیشه. نه دیگه، ولی خب چون اولین سازی که در واقع شروع کردم گیتار بود، گیتار زدم. متال بازم هستی با این روحیه لطیفی هم که داری. متال باز نمیدونم توهین شاید بشه به جامعه متال هدا. همه چی گوش میدم، همه چی جز اون پسره از بی‌تابی دلبر آقای من از اون بدم میاد، اسمش هم نمیدونم چیه. حالا میخوای یهویی از متال ترانزیشن نکنه روی اکسپلور 20 صاحب دیگه. خب داشتی میگفتی قهوه رو رفتی توی کافه خیلی واسط باحال و آره رفتم اونجا گفتم مثلا کارگر نمیخوام یارو اینجوری، چون قبلش تو بازار 15 خرداد کار میکردم، مثلا لفظم فرق میکرد. باور میکنی من تایمی بازار ساعت 7 شب بسته میشد، 7:30 میرفتیم تو قهوه خونه سر چهار گلو بندک، من با همین موهای رنگی و گوشوار و اینا رو نگاه نکن، یکم فضا رو ببر سمت ایرانیزه‌تر. آره خیلی ایرانیزه‌تر. مثلا میشستیم اونجا مثلا قیوم میکشیدیم، این بازی ساکر استار هست، این توپاله که میزنیم اونو بازی میکنیمش. بازار چطور بود، چکا چجوریه، مثلا شل محل بده، مثلا لفظای اینجوری. توی یه همچین جایی من نزدیک مثلا 1.5 سال کار کرده بودم، بازاری شده بودم باشم. تنها شغلی هم بود که خانواده‌ام یه ذره اوکی بودن، بازاریه دیگه. حالا درس نخون ولی بازاری شد. یا دکتر شو یا بازاری. بازاری شد. حتی وسط نداره. رفتم تو اون کافه، کارگر نمیخوام. یارو اینجوریش فضا اسپشیالیتی، کارگر نمیخوام. چی بهش میگین مثلا همون نمیخوام. مثلا تازه هم واقعا باز شده بود تقریبا. چی بگم والا یه فرم پر کن. من فرم پر کردم، نوشتم مثلا سوابق شغلی نوشتم، جیگرکی، داروخونه، سوپرمارکت، آره تعمیرات موبایل، کامپیوتر، نصاب LMB مثلا کارا رو می‌کردم. جدی؟ آره حال میدم. ولی ببین تو با این سن کمی که داری تجربه خیلی زیادی داری، معتقد 77 روح هم 90 سالشه. ولی خب واقعا خیلی کار کردم. آره و از شاخه‌های مختلف. آره. حالا خلاصه اونجا قبولم کرد به عنوان
نیرویی که توی سالونه ولی حق سفارش گیری و سفارش بردن نداره و حقم داشتم. بلد نبودم سینی دستم بگیرم که اصلا تمرین من این بود یه سینی میدادن دستم توی کافه، روش انواع لیوانات و سایزهای مختلف و پر آب، میگفت تو کافه بچرخ مثلا 5 دقیقه نباید سینیت خیس شه. این شکلی بود. ببین من سختی‌های کارمو خیلی دوست دارم. من واقعا دست تک تک اون همکارامو من میبوسم، چون کسایی بودن که جدی با هم کار کردن، شوخی نداشتن، تنبیهات به شدت زیادی کردن، سختگیریات، و هر چی که من دارم واقعا ریشش مال اون کافه است، مال کافه هایکوه. هنوزم کار میکنه؟ نه بسته شد متاسفانه، بسته شد و هر کدوم از بچه‌ها با همشون در ارتباطم. آره هر کدوم سمت یک کاری رفتن. خیلی تعداد کمشون همچنان درگیر قهوه. قبل از کرونا بسته شد و آره سال فکر کنم 93 94 اینا بود. 2018 دیگه، 2018 من شروع کرده بودم. مثلا این تتو برای اون 2018. بعد دیگه رفتی اونجا عاشق قهوه شدی و آره ببین مثلا اولش اون بود، بعد مثلا یواش یواش گفتم اوکی حالا منو هم بده، حالا یواش یواش سفارش هم ببر، حالا مثلا اینا همش طول می‌کشید. یهو نبود. متاسفانه چیزی که الان به نظر من مشکل قهوه ایرانه اینه که طرف یه راندمان کاری خیلی بدی دارن در واقع وایرالش میکنن. تو میخوای بری کافه کار کنی، شغل خیلی جذابیه دیگه، خودت الان چند بار تا الان گفتی چقدر کارت قشنگه، خیلی معال کرده. برای همه این شکلیه، جذابه، یه محیط خیلی قشنگ و خیلی زیبا و کار قشنگ و اینا. میگن خب اوکی ما میخوایم توی این محیط کار بکنیم. آیا من چیزی بلدم؟ نه. آموزشگاه، دوره‌های مختلف، گرفتن مدرک، ارسال رزومه، یه کافه و گند میخوره تو همه چی. چون تو اوکی تو میری یه جا بهت آموزش دارم میدم بهت، با احترام به همه مدرسین، نمیگم اشتباه و درستشو کاری ندارم، ولی تو کلاسی که فضا خیلی آرومه، برات دارن یه موزیک خوب پخش میکنن، یه استاد خیلی شیک وایستاده داره بهت همه این چیزا رو درس میده و تو هم داری مینویسی، حالا میای تست عملی میدی، یه نفر پشت دستگاه و یه استاد کنارت میگه آفرین پورتافیلتر رو بذار، حالا بذار روی اسکیل، حالا دکمه رو بزن، این به این گرماژ رسید قطع کن، اوکی تو اسپرسو رو الان گرفتی، حالا میخوای شیر گرم کنی و میری مدرکت هم میگیری که شما اینجا در واقع آموزش دیدی، اینم گواهی، رزومه میفرستی، حالا اون جایی هم که مثلا میخوام استخدامت کنم میبینن بله شما یه مدرکی داری، استخدامت میکنن، میای تو بار 5 تا لاته پشت هم برات فیش میاد با 3 تا موهیتو، با 2 تا اسپرسو، با 3 تا چایی. حالا این وسط میپاچی ماچا هم واسه یه ماچا هم که الان جدیدن مد شده میاد. آره و سیروپ لوندر بارت هم دستسازه باید خودت بسازی، معلومه نتیجه نمیده. آره اون تو خیلی اعتقاد داره که وقت خاکخوریه انجام میده، خیلی بعد خاک. ببین مثلا میگم همه اینا حداقل مثلا 1 ماه 2 ماه طول میکشید. من 1 ماه فقط یه دونه اتک دستم بود با یه دستمال، مشتری که میرفت اتک دستمال، سوسا پر، نمک فلفل پر، دوباره وایستا بغل سالن و دمشون گرم که این کارو باهم کردن. من تا آخر عمرم واقعا مدیونشونم. 1 ماه گذشت اوکی منو بده، 1 ماه دیگه گذشت مثلا ببین لحظه‌ای که من رفتم توی اون بار خیلی این داستان رو دوست دارم. بار کافه هایکو اگه یادت باشه یه دونه جزیره تور بود، تقریبا وسط کافه بود و من میدیدم آدمایی که وارد مجموعه میشن به اون کسایی که توی اون بارن یه نگاه مثلا با لبخند مثلا. بعد اون موقع دستگاه ویکتوریا آردینو مثلا گذاشته بود، دستگاه خیلی خفنیه، مثلا همه اینا چه دستگاه خفنی، چه پیشرفته مثلا. بعد که مثلا می اومدن تو سال منو میدیدن با اتک اونجا، مثلا خب من چه نگاه کردنی داشتم، نیروی ساده بودم دیگه. من خیلی دلم می‌خواست اون نگاه آدما رو منم باشه و اون نگاه زمانی رو من میشد که من میرفتم توی بار. گاهن مثلا یه وقته این مشتری میومد دلم می‌خواست با من نگاه کنه، میرفتم تو بار یه لیوان بردارم، میرفتم تو بار یه قاشق بردارم، یه دستمال کاغذی بردارم که اون طرف میاد اول منو تو بار ببینه، فکر کنه که آها این تو باره، حالا چون نیرو ندارن اینم تو سال دوست داشتم دیگه، تعارف کنه. اولین قهوه رو اسکی درست کردی موقعی که رفتی پشت دستگاه وایسادی؟ ببین در قالب مشتری منظورته؟ قهوه جدی، حالا اینکه خودت مثلا بخوای بری باز خودت درست کنی. بذار بس یه ذره اینجا رو سریع‌تر بگم که بهش برسم. ما اجازه ورود بار اصلا نداشتیم اونجا،
مثلا خیلی ممنوع بود چون خیلی تخصصی بود و اینا. ولی یه چیزی بود مثلا نوشیدنی پرسنلی، هنوزم یه سری کافه ها دارن که در طول شیفت یه دونه یا دو تا نوشیدنی میتونی از تو منو، معمولا هم قهوه است دیگه، بخوری که مثلا چیز باشه. اونو من با هزار زور و بدبختی و خواهش و التماس اجازه داشتم که خودم قهوه خودم رو درست کنم. فقط اونم چجوری؟ باریستامون پورتافیلتر رو پر میکرد، تمپ میکرد، آماده میبست، من فقط این دکمه رو ذوق میکردم. خدا شاهد ذوق میکردم که این دکمه رو دارم من از این دستگاه دارم میزنم و سعی تو تایمای پیک این کارو بکنم که اگه مشتری میاد منو ببینه. مثلا همینا این بود. دقیقاً همین. بعد اجازه گرفتم که پرسنلی همکارام هم دمشون گرم که اعتماد میکردن تو بزن، دوباره من دکمه رو میزدم. اون همه کاراش آماده میذاشت، من ذوق میکردم که من این دکمه رو بزنم. و اولین باری که وارد بار شدم اینجوری شد که یکی از کمک باریستامون مریض شد، نبود. من اینجوری بودم که اسم صاحب کافه هم محمد علی بود. گفتم محمد علی اگه اجازه بدی من هم تو سالن باشم، قول میدم همه چی برق بزنه، ولی اگه ایشون کمک خواست، مثلا خواست قاشقی بذاره بغل قهوه، زیلیوانی بذاره، دستمال کاغذی بذاره، من بذارم، من تو بار باشم. گفت حواستو جمع کن باش برو. که یادمه اون روز به این درجه رسیده بودم که خودم دیگه میتونستم پورتافیلتر رو مثلا پر بکنم، یعنی اجازهشو گرفته بودم ببندم دکمه رو بزنم. این کارو کردم، انقدر ذوق داشتم یادم رفت پورتافیلتر رو خالی کنم. بعد خالی کنی بعد از سالگیری دیگه. بعد 2 تا پورتافیلترم بسته بودم، خیلی دلم می‌خواست سری دبل کار کنم. اینا زدم، قهوهش در اومد بیرون، یکیشو خودم خوردم، یکیشو خودم خوردم، یکیشو دادم به، هنوز ذوق اون موقع رو دارم، به همکارم. بعد اینجوری چرخیدم سمت کافه. آره یهو یکی از دردهای بزرگ زندگیمو تجربه کردم. 2 تا پورتافیلتر پر آهنی داغ با دمای 93 درجه. همکارام میدونن که چقدر اون داغه و کسی هم که ندونه میدونه 2 تا آهن 93 درجه چقدر داغه. یکیشو از پشت چسبوندن اینجای گردنم و یکیشو اینجا، این شکل باریستان چسبون که من یاد بگیرم اینا رو باید خالی کنم. و جدا از این دوباره 1 ماه برام گردوندن تو سالن. ولی از اون موقع یاد گرفتم که من اگه دارم عصاره گیریم تموم میشه باید اول اینو خالی کنم. ولی اگه اون کارو نمی‌کرد من شاید خیلی ساده کنارش همیشه آره شاید حتی اگه تذکرم میداد من یادم نمیاد، ولی دمش گرم همزمان نمیشه. خلاصی که آره من اون کافه تقریبا 3-4 سال کار کردم که دیگه اون روزی که بهم شیفت رسمی باریستا، حالا مسیرش رو نگم طولانی میشه، شیفت رسمی بار بهم دادن، یه مشتری داشتیم، یه آقایی بودش از آلمان اومده بودش، حالا نمیدونم اینجا میخواد زندگی کنه یا همینجوری اومده بود ولی زیاد میومد. یا امریکانو میخواد، یه چوب دارچین هم توش بود، همیشه دوست داشت دیگه. آره و من اصلا انقدر استرس داشتم، یارو گفتم ببخشید، اون آقا نیم ساعت منتظر امریکانوش بود. من هی درگیر بودم، هی تست میگرفتم میخوردم، یکیش تلخ بود یکیش شور بود، قهوه مثلا بلد نبودم واقعا دیگه. بعد دیگه خلاصه بعد نیم ساعت قهوه‌شو دادم و بهش اینجوری با دستام اینجوری میلرزید براش گذاشتم دیگه، خورد و گفتم دوست داشتیم. نیم ساعت واسه یه امریکانو من نشستم، ببخشید بلد نبودم. ولی الان توی محیط خیلی خفن توی ترکیه بعد فستیوال میری. واقعا هر روزی که اینجا دارم کار میکنم یا چه جای قبلی خودت پیش بینیشو میکردی؟ یعنی مثلا هدف داشتی واسه به این نقطه رسیدنت؟ آره جدی؟ یعنی من پیش بینی میکردم ولی شاید خیلیا نمیدیدن تو و واسه تا مهم نبود، تو کار خودتون میکردی. اصلا مهم نبود. حتی یه دوستی دارم علیرضا، چقدر دلم براش تنگ شد. علیرضا خیلی به من چیز یاد داد، باریستای هایکو بود. خب نمیخوام بدش بکنم و خیلی پسر شوخ و واقعا هم حرفه‌ای بودش. من خیلی دوستش داشتم. یه بار داشتم باش در دل می‌کردم، گفتم علیرضا من دلم، موقع سالن کار بودم، بعد سالن کارم خیلی خوب شده بود، مشتری‌ها دوستم داشتن، بهم تیپ میدادن و اینا. مثلا من اون سال 20 تومن 30 تومن مثلا پول زیادی بود. مثلا اسپرسو اگه 7000 تومن بود من داشتم تو کافه کار می‌کردم، یورو 20 دو تا 10 تومانی بهم تیپ میداد مثلا. خیلی زیاد بود دیگه.
میگم علیرضا من دیگه نمیخوام سالن وایستم، ولی محمد علی میگه تو سالن کارت خوبه، منو هی میذاره سالن، من دلم میخواد پیشرفت کنم، دلم میخواد مثلا خفن بشم. علیرضا اینجوری کرد ببین محمد سخت نگیر، تو همینجوری کار کن، 10 سال دیگه همچنان بهترین سالنکار اینجایی. همه همینجوری همه خندید. منم خودم هم خندیدم ولی ته دلم اینجوری بودم. ولی الان کمتر از 10 سال دیگه اومدی ترکیه و این چیکار الان دلت واقعا واسه چیه ایران تنگ شده؟ برم رشت پله کباب بخورم. گفتم شاید الان واسه علیرضا و ببین دوستام که دورشون بگردم. آخه من وابستگی مکانی ندارم. مکانی نمیدونم چی بگم، وابستگیه که مثلا الان من تو با هم رفیقیم، تو پیش منی دیگه، اگه بری یه کشور دیگه و من همچنان با در ارتباط باشم اوکی ام. راجع به همه اینجوریه. چون من فکر کنم بیشترین تعداد دوست رو در دنیا فکر کنم شاید من داشته باشم. این وابستگیه مثلا اجبارش این نیست که حتما نه که دلم تنگ نشه ها، ولی خب وقتی با همشون در ارتباطم میگم داشتم اینو میگفتم 15000 تا رفیق واقعا دارم. من همچنان که الان میگن چرا دیر جواب میدی، سعی میکنم همه رو جمع بکنم، مثلا یه با همشون در ارتباط یه وایس رو فوروارد کنی. نه تک تک وقت میذارم براشون. اصلا تو نمیتونی با 15000 نفر یه جور صحبت کنی. من واسه همین خیلی شخصیت‌های مختلفی هم دارم. مثلا یه تایمی بازار کار کردم، من رفیق بازاری دارم که مثلا با تسبیحه. یه رفیق صمیمی دارم مصطفی، فکر کنم من 40 سالشه، زن و بچه‌ام دارم. ببین تو این کار چی خیلی واسط جذابه؟ حالا بوی صدای دستگاه، بوی قهوه است، طعم قهوه است. جذابیت کارمو یکیش اینه که مثلا اینجا من دارم لوس میکنم قهوه رو، بعد یه مثلا سفارش میاد 100 کیلو آنکارا، 200 کیلو استانبول، مثلا 50 کیلو دنیز مثلا. بعد به این فکر میکنم چیزی که مثلا من الان روز کردم 200 کیلوش مثلا داره میره استانبول و 200 کیلو مثلا چند نفر دارن اون قهوه رو میخورن، چی میگن نظرشون چیه؟ مثلا اگه باش حال بکنم و از طرف بپرسن این قهوه رو کجا گرفته، طرف میگه مثلا من از آتلیه کوبانه توی ازمیر گرفتم. مثلا یارو میاد سرچ میکنه میبینه اینه رسترش مثلا اینه. خیلی جالبه. از ایران هم میخرن؟ یعنی صادرات اینجا رو ببین نه قهوه رست شده دیگه خیلی وقته کسی از کشورهای دیگه نمیخره، خودشون دیگه. آخه ببین مثلا چون گلدن تایم مصرف داره و اینکه الان دیگه شیپینگ ها و اینا هم خیلی داستان شده دیگه. مثلا تو بخوای بفرستی و اینا خیلی سخت شده. مثلا دوستای خودم میخوام مسابقه شرکت بکنن اینجوری هم مثلا ما قهوه خوب میخوام، اینجوری هم اینجا دستمون بازه هست، ولی من مثلا میخوام 1 کیلو برای تو بفرستم، تو باید 2 برابر مثلا پولشو فقط پول شیپینگش رو بدی که برسه دستت. آره مالیات. آره مگر اینکه یکی پیداش مسافری واسط بیاره که اون مثلا تو یه وعده تمومه دیگه. آره چقدر نمیتونه ببره. واسه همین قبلا اینجوری بود. قبلا مثلا قهوه‌های ایتالیایی خب خیلی معروف بودن توی کافه‌های ایران، وارداتیم هنوزم یه سری جاها وارد میکنن و میخورن، ولی دیگه به اون صورت نیست. یا همه جا الان شما پارکینگ هر خونه یا الان باز بکنی دستگاه رست می‌بینی تو ایران. آره خیلی زیاده. تو خونه‌شون، تو اتاق خواباشون. دقیقاً شبیه چیز شده دیگه. دقیقاً شبیه این چیزا چیه که عرق مینداختن، شیلنگ مینداختن و عرق کشمش میکشن. شیلنگ مسی ها رو الان دستگاه رست هم شبیه اون شده تو ایران دیگه. توی آخه خیلی عجیب بود. اول قهوه چیز شد به نظر من مورد نیاز آدما شد، بعد اینجوری شد که کافه ها زیاد شدن. خب این کافه های زیاد نیاز دارن به قهوه دیگه، شروع شد رستری ها زیاد شدن. بعد کافه ها اینجوری شدن که اوکی خب ما که زیادیم، رستری هم زیاده، چیکار کنیم؟ ما شیرینی و کوکی میخوایم. بعد بیکری ها زیاد شدن. الان هم چیز خیلی زیاد شده. بعد وایسا، بعد بیکری ها زیاد شدن. گفتم ما چرا به کافه ها بفروشیم، خودمون هم کافه بشیم. بعد کافه بیکری ها زیاد شدن. آره. بعد اینجوری شدن ما چرا خودمون تولید نکنیم، رستری بیکری کافه یا زیاد شدن. الان هم که جدن خیلی چیز زیاد شده. این دستگاه‌های قهوه رو تعمیر میکنن و سرویس میکنن، کاستوم میکنن. الان دیجی زیاد شده. دیجی هم که الان جمهوری میبینیم مثلا توی همه کافه برند کافه ها دارن تو جمهوری دستگاه دیجی میگیرن. آره. همشون هم تاریخ انقضا دارن. یعنی الان مود بعدش چی میخواد آره الان داره به جاهای چیزی میگه، بعدیش دیگه الکل به نظر من.
الکل هم که هست، یعنی مثلا توی شمال تهران و کیش میگن اوکیه، یعنی منم شنیدم. تا حالا پیش نیومد من برم یه جا الکل بخورم تو ایران یا اینجا؟ نه ایران. همیشه میگفتن هست و من نیدم. نه من الکلی میرفتم یه جا. آره من توی ماشین میخوردیم. بهترین بوی دنیا نظر تو؟ بوی محمد حسن سیاه‌سفید بکن. دستپخت مادر. نه به نظرم که بهترین بوی دنیا بوی قهوه است. جدی 100%. بعد تو تلخ دوست داری یا شیرین؟ من طعم واقعی قهوه رو دوست دارم حتی اگه تلخ باشه. ببین یه سری قهوه‌ها ترش هم هستن. آره. اونا چه نوع قهوه‌این؟ نژاد عربیکاست. عربیکا. البته کلمه ترش میشه چیز عامیانش دیگه، در واقع اون اسیدیتی اون قهوه بالاست که به ترشی میزنه. اون بگین ترشی. من اینجا استادم که بیام بگم ترشی نگین اسیدیتی. ترش دیگه. مثلا مخاطب عام بدونم، اونی هم که بلده میدونه که منظور ما از ترشی چیز دیگه است. مرسی. خب اگر یه روز وقت آزاد داشته باشی تو ازمیر چیکار میکنی؟ فرق نداره کجا باشم، میشینم سریال‌های قدیمی رو نگاه میکنم. حال می‌رسم بزنگا رو از اول نگاه میکنم. 3 در 4 رو نگاه میکنم. خانه به دوش، متهم گریخت. انقدر من فیلم و سریال دوست دارم ببینم. خیلی فکر کنم 4 روز پیش بود داشتم با سارا حرف می‌زدم، گفتم من دلم میخواد روزهای تعطیل مثلا بشینم ساختمان پزشکان از اول تا آخرش رو ببینم. قهوه تلخ. ساختمان پزشکان و لیسانس‌ها که واقعا من 90% دیالوگ‌های فیلم‌های ایرانی رو حفظم. بهترین سریالت چیه که خیلی باهاش حال می‌کنی؟ فیوریتت ایرانی پس اخبار چون دیگه یهویی بحثش باشه یکی رو بخوای انتخاب کنی؟ یوسف پیامبر. به جز اون بهترین سریال ایرانی نمیتونم آخه یکی رو به همه رو نگاه میکنم. یکی که خیلی دوست داری الان رفتیم توی فاز امیرحسین قیاسی هست. آره. یه سریال ایرانی رو یه سریال خارجی اینجا شما دارم پاز بدید بعد فکر کنم آخه مثلا دیشب داشتم چیز نگاه میکردم، قهوه تلخ نگاه میکردم. جدیدترینش دوباره از قسمت اول داشتم نگاه میکردم. بهترین سریال خارجیت؟ فرد از زندان. چون چیزم داری. آره اسکافیلد اینجا. آره دقیقاً. یعنی نقشه انقدر بهم قفلی زدن. بریکینگ بد نگاه کن مثلا. من ندیده بودم بریکینگ بد. همین تو ازمیر دیدم جونم نه. فرد از زندان. ولی حالا واسه من بریکینگ بد واقعا. دیدی قطعا فرد از زندان؟ فرد از زندانم دیدم ولی خب بریکینگ بد اگه اون مگسته نبود و اون تولد خوندن اسکایلر نبود شاید دو تا کار همه جای دنیا هم این وایرال شده که 2 تا چیز اگه از بریکینگ بد حذف میشد بهترین سریال دنیا. یه فانتزی بگو. فانتزی چیه؟ الان به این نقطه رسیدن شاید موقعی که 2018 شروع کردیم این کارو یه فانتزی بوده واسه الان که به این نقطه رسیدی فانتزی بزرگتر؟ فانتزی اینه که یک سال ببین ما توی زمینه قهوه فقط در واقع این همیشه شوخی من میگم پولیش کردن فنجون قهوه مسابقه نداره، همه چی مسابقه داره. یعنی ما مسابقه باریستا جداگونه داریم، مسابقه دماوری داریم. حالا مسابقه دماوری چه مسابقه دماوری؟ مسابقه کمکس داریم، وی 60 داریم، ایروپرس داریم. اصلا که میگه من خیلی مسابقه کلیش اینه که مثلا یک سال چون همه اینا در طول سال برگزار میشه، همه مسابقات. دلم میخواد یک سال تصمیم بگیرم همیشه هم تصمیمش رو داشتم ولی همیشه دیدم به مسابقه یه سه دیگه بوده، حالا میگم به ولی دلم میخواد قهرمان همه این مسابقه ها من بشم. یعنی مثلا فقط توی اون یک سال مثلا بگم اوکی سال مثلا 2027 مسابقه باریستا رو من اول شدم، دماوری من اول شدم، روستو من اول شدم، وی 60 ایروپرس همشون یعنی دوست نداری کافه خودتو داشته باشی؟ و داشتم و تجربه خیلی بدی هم بود. کافه داشتی؟ آره. کجا؟ تهران 4 سهروردی مطهری کافه نکست. آره که به شدت تجربه بدی بود.
خیلی قشنگ بود ولی آخرش به بدترین شکل تموم شد. چی شد؟ میتونی صحبت کنی؟ ببین واقعا رویای من خیلی عجیب بودش توی این مدت زمانی که کار میکردم. مثلا یه وقته آرشیو استوریامو میرم نگاه میکنم، مثلا از بغل یه دونه مبل فروشی رد شده بودم یک سالی، از یه دونه میز صندلی و مبل عکس گرفته بودم، اینجوری بودم یه روز قراره اینا رو توی کافم بذارم و من فراموش کرده بودم. زمانی که کافه زدم رفتم میز صندلی بگیرم، خیلی اتفاقی همچین چیزی رو گرفتم. بعد یه بار تو آرشیو استوریام نگاه کردم دیدم مثلا اون سال دقیقاً یه همچین مدلی رو میگفتم. چقدر عجیب، خیلی باحال بود. واقعا رویای من بود و خیلی هم خوب داشت پیش میرفت. یعنی نکست وی کافه‌ای بودش که همه چی به نظر من داشت، همه چیش خوب بود، چقدر همه دوستش داشتن. اصلا 14 متر بود، یه کافه تیک اوی بود ولی همیشه دم دوستام گرم، دم مشتریام گرم، شلوغش میکردن و خوب بود. و متاسفانه مشکل شراکتی برامون پیش اومد. من شریک بودم اونجا رو و با بدترین آدم این جهان هستی به نظرم من شراکت میکردم و نمیدونستم. 5 سال بعد خودتو کجا می‌بینی؟ شرکت استخدامیه. چرا این سوالو میپرسیدن؟ شاید مثلا رفتید مثلا یه کشور بهتر. ببین من همیشه بچگی رویای نیویورک رو داشتم. از زمانی که اسپایدرمن 1 اومد و داشت رو برجا اینجوری تار میزد دلم میخواست اسپایدرمن باشم و روی برجا تار بزنم. بعد بزرگتر شدم دیدم که اصلا این قضیه تخیلیه، چیزی به اسم اسپایدرمنی که تار بزنه وجود نداره، ولی همچنان نیویورک رو دوست داشتم. یکم یه گذشت رو گفتم که آها من اصلا برجا رو دوست دارم. اوکی. بعد رفتم دبی برجای بلند رو دیدم که کل دارن توی ساخت برجای بلند، دیدم نه پس من نیویورک رو دوست دارم. خیلی واقعا دلم میخواد برم آمریکا. دبی رو دوست نداشتی موقعی که رفته بودی؟ دبی یه جاش قشنگه، 10 دقیقه از دبی دورتر بشی یه سری چیزا می‌بینی اصلا افتضاح. رفتی؟ من نه ولی خیلی دوست دارم یه بار برم. خودش خیلی خوبه ها، ولی میگن اونجا رقابت پولداری خیلی دیگه شورش در اومده تا پلاک ماشینم رفته. یعنی مثلا اگه 2 نفر که مثلا حاکم خودشه، میگن 2 نفر اگه بوگاتی داشته باشه، مثلا حالا بوگاتی میگیم، اونی که پلاکش رونتره آدم پولدارتریه. آره اصلا یه وقتی ممکنه ماشین معمولی داشته باشی پلاکت 22 باشه، یعنی تو پول غرقی. یا حتی مثلا من شنیده بودم تو مثلا چه میگم استخر، حالا مثلا استخرش بخوای بری یه دونه ورودی داره، بعد حالا که وارد استخر میشی حالا کمد میخوای یه پول، نمیدونم دمپایی میخوای یه پول. من حقیقتا یه ذره چیز دارم به اصطلاح میگم بادی شیم، من استخر نمیرم. آره نه من منظور میگم لحاظ این که خیلی مثلا پول داری تا کجا رفته صدای بارونه این میاد فکر کنم دیگه. آره دیگه. آقا به عنوان سوال آخر ایران اینم بهت بگم دبی واقعا خوب نیست. همون یه تیکه شهرش قشنگه که خب خیلی هم گرونه، خارج از شهرش هم که کنم پادشاه دبی ناراحت شد. آره. به عنوان سوال آخر ایران چه اتفاقی بیفته برمیگردی ایران؟ یه اتفاقی که هر وقت دلم خواست برم، هر وقت دلم خواست برگردم بدون هیچ ممنوعیتی. یعنی همین الان برم اینجا یه بلیط بگیرم برم ایران و مطمئن باشم که میتونم دوباره برگردم. یعنی اون اتفاقی که همه منتظرشیم بیفته. چون اصلا اون لحظه‌ای که من میخواستم از ایران بیام بیرون، برخورد اون من نمیدونم چرا این شکلیه. آره برخورد من چرا واقعا من نمیفهمم. اگه میخوام مثلا پا بذارم رو صورتت رد شم، اصلا انگار داری پولمون رو خرج می‌کنی. آره یعنی از سرباز بدون درجهش باید بدفازه تا اون حالا کسی که مقامم داره. من از این طرف خواهرمه، مثلا خواهرم اومده بود فرودگاه و خب من خواهرم مثلا 25 6 ساله، من برادرشم، قطعا ناراحت دلش میخواد تا آخرین لحظه با هم باشه، نذاش مثلا از گیت رد شه. الان خواهرت رو یه سال ندیدی؟ آره ان شاءالله که بیان اونا بیان اینجا ان شاءالله واقعا. ولی اونا انقدر ایران درگیریه به خدا، خیلی اونم دلشون میخواد. این دوره جنگ چجور بود حالت 12 روز؟ ببین خیلی حالا الکی ما نگران بودیم.
براتون پیش میومد مثلا من زنگ میزنم به مامانم، بعد بابام که حالا فوت کرده خدا رحمتش کنه، ولی مثلا زنگ میزنم به مامانم گفتم بابا الان مثلا اینترنشنال زده که مثلا فلان جا رو می‌خوایم بزنیم خالی کنید فلان کنید، میگه بابا ما اومدیم کرج باغ نشستیم بابا ولم کنید. مثلا من زنگ میزدم به دایی یکی از دوستام توی مثلا هلند، اون زنگ میزد به دوست من، بعد دوست من زنگ میزد به خانواده‌ام میگم بابا بگو نگران نباشه ما باغیم هم مثل شما. بعد اینا برمیگشت به من اینجوری میگم پس اینی که من دارم تلویزیون میبینم چیه؟ نه که چیز تلویزیون فیک باشه، ولی انقدری که ما نگران بودیم اونا نگران نبودن. آره بعد یه توییتی خیلی وایرال شده بود که زده بودش که تو رو خدا اینترنت این خارج نشینا رو اینایی که مهاجرت کردن رو قطع کنید، مزاحممون نشه ما داریم منقل میکنیم اشغال میکنیم. خوب بودم ولی خب ما واقعا من روزای اول حالا مثلا سارا هم به هر حال یه دختر روحیه ضعیف دیگه آره میگم بابا جدی اگه خبری نیست اوکیه اینترنشنال دیگه، مثلا میگن 2 نفرتون اونوای دعواشون شده اینترنشنال تیچ میزنه آره. حالا خودم مثلا میونم بیرون وای یعنی یه موشک دیگه زدم. چقدر امید داشتی تو اون جنگ که مثلا اتفاقی بیفته مثلا؟ من که خیلی ناراحت بودم. چیزی که بخواد اتفاق بیفته اصلا به این نمیرسه که من بخوام خبردار باشم به نظرم دیگه بود. من اصلا دمت گرم خیلی آره حال دادی، ان شاءالله که دوباره بتونم. ببین خیلی همین ویدیو یعنی معتصم پیدا کردن خیلی کار سختیه، حالا ان شاءالله باش رفیق بشیم توی اسمی متوجه میشیم. خیلی من شانسی تونستم پیداش کنم، همین دیشب قرار گذاشتیم واسه امروز و من سوالا رو واقعا اصلا نمیدونستم از کجا شروع کنم چی بپرسم و اینا دیگه. اگر سوالی این وسط من نپرسیدم یا دوست داری راجبش صحبت آره یه چیزی رو می‌خواستم بگم. بگو. آقا یه کات میدیم صدای بارون خیلی ولی بشنوید اینجا کات ببین این شغل واقعا پولی خوبی توش نداره و خیلی هم فرسایشیه، خیلی فرسایشیه. من پیشنهادم برای هر کسی که میخواد وارد این کار بشه اینه که نه آموزشگاهی بره، نه آکادمی بره، نه دنبال مدرک گرفتن باشه، نه بره توی کافه‌ای و شروع کنه به عنوان یک کارآموز کار کردن. الان دیگه خیلی شرایط راحت تر شده چون کافه‌ها خیلی زیادترن و شاید مثلا من از نظافت میز و اینا شروع نکنی، همون اول مثلا به عنوان کمک باریستا شروع بکنی، حداقل تو بار باشی و ببینی، حداقل مثلا نمیگم حالا 1 سال ولی 6 ماه تو این فضا کار بکنه طرف، ببینه اگه فهمید که یه چیزی داره قلقلکش میده، اون عشق رو داره پیدا میکنه، حالا بیاد زمانشو بذاره. چون خیلی‌ها رو من میشناسم متاسفانه، خیلی‌ها رو میشناسم که هزینه کردن، دوره رفتن، کلی مدرک گرفتن و حتی یه سریشون مدرک‌های معتبر مثلا از مؤسسه‌هایی، حالا ما تو ایران که چیز معتبری متاسفانه نداریم، منظورم در حد ارزش جهانیه، مثل سازمان حالا SCA و اینجور جاها نداریم اینو متاسفانه، ولی یه سری‌ها میشناسم مثلا طرف رفته دبی مدرک هم گرفته آره که من اوکی من مدرک دارم مثلا این بین‌المللیه و راستم میگه رفته و گرفته، ولی برای این کار نیست به قولت، یعنی و خودش هم میدونه ها، ولی داره مقاومت میکنه. چرا؟ چون هزینه کرده، وقت گذاشته. این کار کاملا اکتسابیه، آموزشی نیست. آره آفرین، دلیه. و نمیگم من از آسمون افتادم و این کار واسه من دلی شده، نه، ممکنه برای خیلی دلی باشه، ولی لازمش اینه که به نظرم شروعش توی خود محیط اون کار باشه که تو همه چیشو درک بکنی، سختیاشو، راحتیاشو، چه مزایایی داره چه معایبی داره. اوکی تو مال این کاری، هیچ وقت دیر نیستش، حالا برو دوباره شروع بکن، واقعا هیچ وقت دیر نیست. من دوست باریستایی دارم که الان 50 سالش داره کار میکنه و من خودم عاشق اینم که تو 90 سالگی واسه نوام لته بزنم. آره اصلا دمت گرم واقعا، خیلی 3 بار تا الان گفتم خیلی حال دادی واقعا، ان شاءالله که دوباره بیشتر تمیزی از نظر پسرا